بی فرهنگی است. فقط بی فرهنگی. بله از خدا. برادر من برای گشتن همین. من تو گفتم من خودم میخرم هر چی که خریدم. ما بی فرهنگ هستیم، فرهنگ ما قلا شد. نه چی فایده میگه؟ بیا. من دو تا پلیس کاته گفت سر ما. بعدا میایم کاکا پشش. خب دیگه چیز کن؟ دیگه چی گرفتنی داری؟ لباس میگیریم باز. کجا میبریش؟ کجا میبریش؟ ساعت 13 است دیگه. میبریش حالا؟ میبریش ها؟ بی فرهنگ مردم هستن لالا. فرهنگ نداری او بی شرف. الو کجا رسیدین؟ رو بیادر موتر شخصی هم دارین نرسیدین، ما در بایسیکل رسیدین. بیاین که پدر رو دفن میکنین. چی میکنین؟ چه رقم بیادر رسیدیم کل ما و شما یک جای بشینیم. این آمدم بابا غال ماغال انداختی ده چیز ده خورده خانه هم هستی. چه رقم شد مرد؟ یک دفعه یفتی. چی خورده بود؟ لوبیا. لوبیا کل قوم ما را میکشه آخر. او مادر چرا می وکیل گذره خبر نکنین؟ سر مرده این طریقه ماندین. همین مرده چی میبینه قضیه؟ بچه گفته اولادای من جمع کنن برای دیگه کس نمانین. برای دیگه کس نمانین. حالا 4 تا قوم نباشه ما همین 2-3 نفر. او بچه دیگه تا بچه نمیه کاکاگک استاد پوانتون است. نه لگم خوب شد. آمدم چی که بچه غال مغال انداختن. کجا لالا با خدا یک سو چنه اینجا مان نپده. ریموتشو زایی کن. میبینه تلویزیون سعی میکرد صدقه تلویزیونی شو. خوب یالله را کلان هستی چی کنم ما فیصله بکنم. سعی کنم شو مرده تا حال در این خانه ماندن یک کس سلاخ شد بسته نکنه. کلان هستی میخوام میره تو میخوردی